به تمرین 87 سال دو خوش آمدید. میم از قسمت پارت دیزاین وارد متر کاری میشیم و قبل از شروع کار واحد به میلیمتر تبدیل میکنیم و از نمای فرانت به کار خود شروع میکنیم و با استفاده از لاین میم در قدم اول یک لاین رسم میکنیم و تا به اینجا و تا به یک قسمت و میم تا به اینجا به این طریق شکل. خب میم اندازه رو میرسانیم. اندازه ازی میشه 100 واحد و اندازه قسمت به اندازه 15 اندازه ازی همچنان 15 یک قسمت 15 سانتی و اندازه ازی میشه 70 تحت زاویه 145 این طریق چیزی. خب از این قسمت میم وارد فیچرز و میم به اندازه 30 واحد به اندازه 25 و همچنان این قسمت هم به اندازه 25 اکسترود میکنیم این طریق شکل و دوست از این قسمت را با این قسمت و میم دوست یک کار دیگه میکنیم که از اینزی نما وارد کار میشیم و میم با استفاده از یک دانه دایره که تا به اینجاست خب اندازه از دایره را از قسمت تا به اینجا را رقم میسازیم 55 رو جور میکنیم به این طریق چیزی. اوکی و میم از قسمت لاین یا از لاین استفاده نمیکنم، از کانور استفاده میکنم. قسمت رو با این قسمت کانورش میسازیم و با استفاده از ترین این اندازه را ترین میکنیم به این طریق چیز. اوکی و میم با استفاده از اکسترود کات قسمت را اکسترود کات میسازیم. خب بازم از این نما وارد میشیم با استفاده از لاین از قسمت میم یک دون دایره رسم میکنیم. خب به این طریق چیزی و این دایره را یک دایره دیگر هم در این قسمت رسم میکنیم. اندازه دایره داخل 35 واحد است. خب میم با استفاده از فیچرز اکسترود میسازیم رو به اندازه خیلی زیاد است، به اندازه 40. خب میم در قسمت از این ما یک میبینیم و ادامه کار میم از قسمت از نمای فرانت بازم کار ادامه میدیم و میم دوستا در راستای از لاین استفاده کرده از قسمت میم یک تا به اینجا
تا به اینجا یک لاین رسم میکنیم و با استفاده از کانورت قسمت ها را کانورت میسازیم. کانورت اوکی و این اوکی به این طور یک شکل و از تریم قسمت ها را تریمش میکنیم. میم از قسمت فیچرز میره اکسترود کات میکنیم به اندازه 5 و همچنان به اندازه 5 باید. نات مرج میسازیم. خب و دوستان این از قسمت باز یک قسمت میم در اینی از قسمت وارد کار میشیم. دوباره میم با استفاده از سلاود یک دانه سلاود رسم میکنیم به این اندازه و اندازه سلاود را قسمت را با اینجا به اندازه 10 واحد به اینطور چیزی سلاودش میکنیم. میم اکسترود کات میکنیم تا به آخر. خب از فیچرز میم با استفاده از قسمت را همراه قسمت میم چنفرش میکنیم به اندازه 8 واحد چنفر میسازیم به قسمت شکل. بعد در قسمت و میم از یک نمای دیگه میبینیم. مثال نمایی که شما خواسته باشین اینجا هست. حالت برش مدرک شکل. خب از قسمت میتال این بار از برونز استفاده میکنیم. قسمت ها را برش براس میتیم. قسمت ها را برمیم از نوی دیگه براس. قسمت هایی که فلیت شده و طبق معمول میم از رنگ هایی که اینجا می داشته باشیم استفاده میکنیم. اوکی